شرکت‌های استحصال لباس‌های مکتبی در قزاقستان از ماه‌ها پیش برای سال نو تحصیل آمادگی دیدند. آنها امید داشتند که تا شروع تیر ماه و آغاز درس‌ها پاندمی به آخر می‌رسد و مردم به زندگی معمولی و کار و تحصیل برمیگردند. اما اخیراً وزیر معارف اعلان کرد که درس‌ها در آغاز سال تحصیل در قزاقستان به شکل فاصلوی جریان می‌گیرند. در پی به والدان هم اجازه داده شد که تا بهتر شدن وضع لباس مکتبی نخرند. این اظهارات وزیر معارف برای اکثر شرکت‌های تهیه کننده لباس‌های مکتبی یک ضربه سخت بود. حتی اگر ما بعد از چوریک اول به شکل معمولی تحصیل برگردیم، کسی در این شرایط از والدان و خواننده ها لباس یگانه مکتبی طلب نمی کنند. پدر و مادران هم تصمیم گرفتن لباس مکتبی نخرند. اکثریت بعد از کرانتین برای این پول ندارند و برخی هم بر اینن وقت درس ها فاصله صورت میگیرند خریداری لباس مهم نیست. با فکرم اگر در خانه تحصیل میکنند لباس یگانه مکتبی لازم نیست. چی در کار خراجات زیادتی؟ من فکر میکنم لباس ضرور نیست چون ما مکتب نمیرویم. ما فقط دفتر و کتاب و دیگر اشیای خانش رو خریدیم. خریدن لباس معنی ندارد زیرا کسی نمیداند که کرانتین تا کی ادامه میکند. تصمیم دست کشیدن از لباس مکتبی به کار و درآمد شرکت‌های صنعتی در قزاقستان زیان آورد. با فرق از سال گذشته امسال تنها 5% لباس‌های استحصال کرده شرکت به فروش رفت. 95% دیگر تا سال آینده در انبارها میخوابد. باید معاش کارمندان سری وقت پرداخت شود ولی در این شرایطی که خریدار نیست از کجا باید پول دریافت کرد؟ شرکت‌های بزرگ دوخت لباس هم از خسارات در موسم امسال تحصیل خبر می‌دهند. ما قریب 120 میلیون تنگه ضرر دیدیم. ما در مغازه‌های خود را بستیم. نقطه‌های فروش ما که در دو مرکز بزرگ سودا میگای آستانه و الماتو فعالیت داشتند به دلیل نبود خریدار از کار ماندند. ما یگان لباس مکتبی نفروختیم. برای پر از کار نماندن این شرکت حالا فعالیت خود را تغییر داده به تهیه دیگر لباس و محصولات و پایافزال شروع کردند. یگانه امید شرکت ها به تاکید وزارت معارف درباره ضرورت لباس رسمی در مکتب ها است. یگانه چیز همین است که او در قرار خود درباره لباس رسمی هم گفت. به هر حال لباس رسمی و مکتبی قریب یک است. اما خوانندگان صنف‌های ابتدایی در قزاقستان از 1 سپتامبر تحصیل را در مکتب شروع می‌کنند. محض آنها خریداران یگانه لباس مکتبی در این کشور هستند. در همین حال شرکت‌های دوخت لباس مکتبی در قزاقستان که در پی اظهارات وزارت معارف ضرر مالی دیدند، از آن شکایت می‌کنند که آنها را حتی در دوره کرانتین از پرداخت انداز آزاد نکردند.